آقای جهانگیری، شما کجایی هستی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من پدر مادرم عراقی هستند، یعنی عراق. کجا؟ عراق. خب میتونید در دفاع خودتون صادق باشید، راستگو باشید. درس چه خونده اید؟ دیپلم. امریکا، اروپا جایی نرفته اید؟ نه. خب شما یه سوال اولی که از شما دارم، در چه وقتی شما رو دستگیر کردن؟ تاریخ دستگیریت میدونی؟ بله. من در فروردین سال 61 23 فروردین سال 61 دستگیر شد. 21 فروردین سال 61 دستگیر شد. بعد از فاجعه آمل کجا بودید آقای جهانگیر؟ بعد از فاجعه آمل ما رفتیم به جنگل. بعد مثلا می‌خواستیم همه بچه‌ها رو پیدا کنیم، مثلا جمع‌بندی بکنیم ببینیم چه کار باید بکنیم. وقتی این کار رو انجام دادید پیدا کردید؟ بچه‌ها رو پیدا کردید؟ بله بچه‌ها. بسیار. مجموع جمعیت شما تو جنگل آمل قبل از فاجعه آمل چند نفر بوده؟ متغیر بودن، گاهی وقتا تا 110 نفر هم میرسیدن. 120 نفر هم یک موقعی بود. خب آقای احمدی، موارد اتهامات جناب آقای دادستان قرائت فرمودن شنیدید. حالا یکی یکی رو برای دادگاه معلوم بشه از شما سوال میشه. عضویت در گروهک سربداران جنگل وابسته به اتحادیه کمونیست‌های ایران و اقامت قریب 6 ماه در جنگل‌های آمل جهت مبارزه مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی این داشتید؟ بله. در طول این 6 ماه آقای احمدی تغذیه شما از کجا بوده؟ غذا از یکی عمدهش به نظر من خود ارتباط تشکیلات داشت با تهران، از تهران می آوردن غذا می آوردن. اولش مهمترینش این بود، دومش دزدیدن اموال مردم در گزنه‌سرا. خب از اون گزنه‌سرا چه چیز می دزدیدید؟ برنج، آرد، روغن، تقریبا میشه گفت همه چیز، کفش، لباس. کفش هم می دزدیدید؟ کشک و کفش و روغن و پنیر و برنج و چیزهای گوشتی هم می دزدیدید دیگه؟ گاو و گوسفند و اینها؟ نه نداشت. اونجا پس راجع به بند اول شما قبول دارید که تا حدود 6 ماه در جنگل‌های آمل بوده اید و اونجا از گزنه‌سرا تا اون مقداری که شما اطلاع دارید مورد سرقت این افراد اون محل واقع می شده؟ بله. بسیار. اتهام دوم شما آقای احمدی شرکت مستقیم در درگیری‌های مسلحانه 22 آبان در داخل جنگل که در این درگیری متهم یعنی آقای احمدی مسلح به سلاح گرم بوده و یکی از برادران پاسدار نیز در جریان این درگیری به شهادت رسید. این درست بوده؟ بله. کشنده اون پاسدار کی بوده؟ کاک رشید.
کاک رشید بله. زنده است یا نه اعدام شده؟ فکر کنم زنده باشه، دستگیرم نشده باشه. کاک رشید. بله. آقای احمدی، چون شما حتی بازجوی شما هم قبل از آمدن من به اینجا بیرون گفتن که ایشون لهجه صادقانه دارد، بیشتر مطالب راست میگوید. در حمله به شهر آمل مشهور است که شما یکی از پاسداران مجروح را تیر خلاص زدید، این درست بوده؟ بله، من اینو به بازجوم گفته بودم، منتها یه جور دیگه بود. من اون موقع عذاب وجدان نمیخوام بگم، بله اون موقع عذاب وجدان اذیتم میکرد، یعنی قبول دارم، منتها سلاح سرباز پاسداری که برداشته بودم یکیش مسلح بود، بعد دست من رفت روی ماشه و بدون اینکه خودم بخوام تیر شلیک شد. ولی من خودم به برادر بازجویم گفته بودم که من تیر خلاص زدم، در حالی که قبلا میرزا یوسف تیر خلاصش هم زده بود، یعنی اصلا احتیاجی به این کارم نداشت. یعنی کی تیر خلاص زده بود؟ میرزا یوسف. میرزا یوسف تیر خلاص زده بود و شما دستت روی ماشه رفت و بی اختیار شلیک شد. بعد اینو میخواستم به بازجویم بگم، منتها نگفتم، گفتم که مثلا گفتم شاید تو موقعیت همینطوری که من اون موقع گفته بودم به خودم اعتماد نداشتم، گفتم شاید اون موقع راست بشه. آقای احمدی، البته نمیخوام مثلا بگم که نه من این کارو نکردم، ولی همینطوری تو دادگاه گفتم، یعنی به عنوان دفاعی نگفتم، همینجوری گفتم. اونها هم ننوشتن اصلا توی پرونده‌ات و توی کیفرخواستت هم دیدی جناب آقای دادستان خون این مطلب تذکر نداده بود، ولی به من گفتن موقع آمدن که ایشون خب اون موقع شما ممکنه عصبانی بودید، عقده داشتید، تیر خلاص هم زدید، این برادر پاسدار خودت از پا در آوردی. حالا میگویید 2 تا تیر خلاص خورده، یکی با اختیار آقای آمرزا یوسف زد، تیر دوم هم آمرزا جهانگیرخان زد، 2 تا تیر خلاص بود خورد. منتها دومی رو شما با اختیار زدید یا بلا اختیار؟ راست بگویا. خدا رو شاهد میگم که راست بگم. مثلا من دستم رو اسلحه بود، اون وقت اسلحه همین برادر پاسدارمونم مسلح بود، بعد من نمیدونستم، از ضامنم خارج شده بود، من گرفتم. حالا به اصطلاح اون موقع من به بازجویم گفتم من این کاری کردم، ولی حالا مثلا خودم بعدا فکر کردم، خواستم بهش بگم خب اینطوری بوده، روم نشد بگم، مثلا گفتم که آقای جهانگیرخان، شما نام اون پاسدار میدونستی چیه؟ نه. اگر میدونستی شاید ما از پدر مادر او رضایت میگرفتیم. هیچ علامتی آثاری پیدا نکردی که نامش چی بوده؟ من توی منطقه خیابون طالقانی شهید شده بوده. بعد احتمالاً اگه پدر مادر باشن تو منطقه خب میدونن دیگه. خیابان طالقانی. آقای دکتر یادداشت کنید که شاید پدر و مادرش ما پیدا کنیم، بتوانیم برای جهانگیرخان رضایت بگیریم. خب پس ملاحظه کن، این بند دوم کیفرخواست شما این بوده: شرکت مستقیم در درگیری مسلحانه 22 آبان در داخل جنگل که در این درگیری متهم مسلح به سلاح کمری به سلاح گرم بوده و یکی از برادران پاسدار نیز در جریان این درگیری به شهادت میرسد.
این فرمودید قبول دارید بله. و غیر تیر خلاط زدن به اون پاسدار آقای احمدی بفرمایید که دیگه چند نفر کشتید تیراندازی کردید؟ من به 2 تا ماشین تیراندازی کردم. بله. یکیش مال ژاندارمری پاسبان بودن. بله. بعد یکیشون هم مردم عادی بودن، خوابیده بودن تای وانت. بله. بعد به اینا تیراندازی، ولی خودم نمیدونم. بعد مردم گفتن زخمی شده، بعد نگفتن که مثلا کسی شهید شده یا نشده. دیگه اینو من نمیدونم. بعد یک موردم بود، یک دکتری بودن که من شخصا زدم به بازوی راستش. تیر زدید به بازوی راستش؟ بله. بله. ببین تو محله اسپیکولا. اسپیکولا. بله. دیگه همین بوده. تیراندازی به ماشین ژاندارم ها. بله. که گفته شده که اونها زخمی شدن. ما اینو از خود مردم عاملی که همون موقع اومدن ما فکر می‌کردیم مثلا مسلحن. بعد مردم اومدن به ما گفتن که اینا غیر مسلح بودن. بله. بعد ما اینا هم مردم شد. و به یک دکتر هم دستش تیر زدید. بله. بند سوم اینه: شرکت مستقیم در درگیری های مسلحانه رزکه که هدف غایی این درگیری تصرف منطقه و سپس نزدیک شدن به شهر آمل و ایجاد غائله و کشتار در شهر بود که مسئولیت نام برده در این درگیری های خونین ایجاد خط آتش پشتیبانی جهت عقب نشینی خط مقدم بوده است. پس این قبول دارید؟ بله. بند چهارم: شرکت مستقیم در حمله به شهر آمل و کشتار ده‌ها تن از امت حزب الله در 6 بهمن سال 60 نام برده در این درگیری مسلح به سلاح ژ3 سرتیم بوده و طی 1 روز درگیری در شهر دست به هر جنایت هولناکی زده، از جمله زخمی نمودن چندین نفر برادران پاسدار و برادران ژاندارمری و همچنین مردم عادی و غیر مسلح که بعضاً به شهادت آنون منتهی گردیده است. این بند چهارمه، یعنی همینه که خودت فرمودی که تیراندازی به اتومبیل کردی و اونها زخمی شدن و بعضی از این زخمی ها هم به درجه شهادت رسیدن. اینطوره؟ بله. بله. البته تنها نبودن. شما تنها نبودید؟ با 2 نفر دیگه بود. 2 نفر دیگه کی بودن در تیراندازی؟ یکی همین میرزا یوسف بود، بعد یکیش هم یوسف گرجی بود که کشته شد. میرزا یوسف کجاست؟ دستگیر شده اصفهان باید باشه. حالا اصفهانه؟ بله. دیگه در این زد و خورد شهر آمل چقدر غارت کردید آقای احمدی؟ اموال مردم، مال مردم، چیزهایی که غارت کردید میتونی ارزیابی کنی چه مبلغ بوده؟ اجناس چی بوده؟ اکثرا اسلحه و مهمات و نارنجک و این چیزا بود که بعدن هم تو همون شهر موند. بعد اینطوری بود. پولی، مالی، مغازه‌ای نشکستید؟ مغازه ها رو؟ من نه، افرادی که همراه شما بودن. شما تا اونجا که من میدونم نه. بله. تا اینجا که من میدونم نه. حالا دیگه بقیه‌اش نمیدونم.
یعنی شما نشنیدید یا نه نشنیدید؟ نه. بسیار. بند پنجم: بعد از پایان درگیری حمله به آمل، غروب روز 6 بهمن به جنگل فرار کرده و به اصطلاح از شهر عقب نشینی کردند. مثل عقب نشینی صدام هم مدعی بوده که ما عقب نشینی کرده ایم، یعنی مردم بیرون کردن، مردم آمل شمال. و پس از اون شرکت مستقیم در درگیری های تاریخی 20 بهمن 60 در منطقه‌ای به نام گزنه سرا که در این درگیری نامبرده از ناحیه سر زخمی می گردد. این درسته؟ بله. بعداً گردشکارم بازپرس اینجا بیان کرده و شما آقای جهانگیری میتونید بفرمایید که سبب گمراهی شما کی شد که شما رو تو پسر صادر از راه بیرون برد؟ کیها بودن؟ من در سال 58 تو یک مثلا برای دوران آموزشی رادیو تلویزیون رفته بودم، با یک نفر به نام فرامرز آشنا شدم. این دوستی ما خیلی صمیمی بود. بعد همین دوستی باعث گمراهی من شد. بعد من در 59 یعنی هوادار شدم، یعنی 58 فقط با هم دوست بودیم، یعنی رابطه تشکیلاتی این چیزا هم نبوده. قرآن هم که میگه کافران رو به دوستی مگه. فرامرز کی باشد؟ یک کسی بوده که در بگمونم کشته شده باشه، معلوم نیست، هنوز از سرنوشتش هیچ. حالا تو رادیو تلویزیون نیست که هست؟ خبرداری از رادیو تلویزیون بیرون رفتی یا هست اونجا؟ اومد جنگل، بعد اومد آمل، بعد دیگه احتمالاً کشته شده. آقای فرامرز طلویی که نبوده؟ نه، فرامرز فرزان بوده. فرزان. بله. خب حالا چه موضعی دارید آقای جهانگیر خان؟ توبه کردم راجع اینم، بعداً اگر اجازه بدید یه مقدار صحبت میکنم که چجور شد توبه کردم، ضعف‌های خودمونو، این چیزا رو بعداً اگر. به هر حال حالا دادگاه به شما فرجه میدهد آقای احمدی، اگر دفاعی دارید از خودتون دفاع کنید، پیامی دارید برای ملت پیام بفرستید که بچه های جوان دیگه شکار کمونیست های ورزیده بین المللی، اینها آقایان کمونیست نیستن، این آقایان حقیقتاً از مهره های همون امپریالیزمن، ولی نه اینها اون رؤسای شوروی هم حالا دلباخته، همونطوری که توضیح دادن با هم ساخت وقت کردن، خود اونها هم مستعمرن. حالا میتونید از خودتون دفاع کنید. موقعی که من از جنگل می اومدم با اون چیزایی که بهم گفته بودن، مثلا شکنجه هایی که مثلا دوستاتون در آمل شدن، یه مقدار این شکنجه ها رو اینجا بگم که گفته بودن بدنشون با انبردست کندن، ناخونهای پا و اینا رو کندن، بعد کلی شکنجه و بعد یکی از زخمی ها رو زنده زنده تو شهر گشتن که مثلا زنده زنده مرده و اینا، البته همش به دروغ، خود دیگه احتیاجیست من بگم. با این تصور ذهنی مثلا اومدم به تهران، با این تصورم که مثلا جنگ رو جمهوری اسلامی داره به سازش میکشونه، اومدم تهران. در موقع ورودم به تهران حتی میخواستم، چون اونجا بهمون گفتن بله تهران در حال قیام است و دیگه وضع خیلی آماده است و میشه از مردم کمک مالی بگیری و از این حرفا. همون اولی که اومدم سوار تاکسی شدم، میخواستم به راننده تاکسی بگم که بله
من کی هستم و چی هستم و این مثلا رژیم چنین است و چنان است. که دیگه رسیدیم اول 5 تا مسافر با من بودیم که دیگه چون 5 نفر بودیم من گفتم اگه بگم ممکنه یکی از اینا حزب اللهی باشه این 5 تا. نگفتم تا راننده تاکسی 1 نفر شد. بعد یه مختصری اشاره کردم که بعداً رسیدیم پیاده شدم. پیاده شدم اومدم خونه. بعد به مادرم گفتم آره وضعتون خیلی خراب و از نظر جنسی اینا در مضیقه اینا. آره مادرم اینا گفتن نه اتفاقا به سال اون اجناسی که آدم لازم داره احتیاج ضروری است خیلی به قیمت ارزون و این چیزا به دست آدم میاد. این اولین برخورد من بود. بعد تو شهر و این چیزام که میگشتم دیدم اصلا همچی خبرایی نیست که میشه. در رابطه با جنگم درست بگم اونم پیروزی های فتح المبین بود که من وارد تهران شدم دیدم پیروزی عجیب به دست آوردیم و خیلی خوشحال شدم و اینم اصلا با افکار ما جور در نمیاد دیگه. میگفتیم این جنگ داره به سازش کشیده میشه و فلان و بعد با این بعدم با مسئولم که میرزا یوسف بود گفتم که مثلا نظر راجع به جنگ چیه؟ گفت مردم میگن که سازشه. گفتم همچی چیزی نیست. بعداً گفتن که مثلا گفتم وضع جامعه اونجوری که تو جنگل میگفتن نیست. گفتن شما حتما فامیلاتون حزب اللهی هستن و این چیزا. من گفتم نه اتفاقا هیچ اینطوری هم نیست. قبلا من میشناختم طرف مثلا طرفدار بنی صدر بوده فلان بوده ولی حالا حزب اللهی شده. با این تصورات اومدم به زندان که زندان اوین جایگاه شکنجه است و میگیرن و میکشن. روز اول اینطوری میکنن و 6 نوع شکنجه است و آپالو و فلان غیره. بعد برخورد کردم با بازیام. بعد ضعف خودم رو دیدم در جریان. یعنی مهمترین چیز عاملی شد که برگشتن ضعف خودم بود. دیدم که اون تصاویری که از خودم داشتم و از بچه‌هایی که به این راه ها میان و شعارهایی که در بیرون میدادم هیچ واقعیت نداره. یعنی اون موقعی که من اطلاعاتمو دادم واقعیت اینه که به هیچ چیز ارزش قائل نبودم. یعنی ولی توبه نکردم. نزدیکترین دوست خودمو مثلا لو دادم. این ضعف رو تو خودم دیدم هیچ با واقعیتی که راجع به خودم ساخته بودم که ما انقلابی هستیم، ما قهرمان هستیم، ما فلان هستیم جور در نمیاد. بعد فکر کردم خودم خب همچین ضعفی رو دارم. بعد تو زندان دیدم نه، از مرکزیت سازمان‌های مختلف منافقین و پیکار و اقلیت و تمام گروه‌های الحادی همین ضعفی رو که من دارم دارن، شدتش خیلی هم بیشتر هست. این عاملی شد که برگشتم. برخوردهای بازی‌ها بسیار عالی، برادرانه، پدرانه. خودتون اینجا بهتر می‌دونید. من برای بینندگانی که نمیدونم واقعا فکر میکنن زندان اوین محل شکنجه است و فلان، اینجا بچهای تواب اسمش گذاشتن دانشگاه اوین یا آموزشگاه شهید کچویی. و حالا راجع به اینکه مرکزیت سازمان، راجع به 31 خرداد به بعد که گفتم ما به اصطلاح دچار انحراف شدیم و در رابطه با همین مسئله راجع به جنگ میخوام صحبت. در رابطه با اینکه مثلا از بعد از 31 خرداد ما منحرف نشدیم، اصلا از اون اول انقلاب و از اون موقعی که این سازمان تشکیل شده بود، به خاطر اینکه اصلا ایدئولوژیش خراب بوده منحرف بوده. حالا ما خودمون شاید نمیدونست. مثلا تو یکی از این نشریات رو بخونید، شعارهای مشخصه، مقالات مشخصه که از اون اول ما راهمون ضد همین مردم بوده. مثلا تو اعلامیه‌ای که به عنوان شهید بهشتی کیست داده بودیم، بزرگترین تهمت‌ها و افترا رو
به این بزرگمرد لقب داده بودیم که فلان است و شما بهتر از من میدونید که گفته بودیم این تو آمریکا بوده است، اروپا بوده است، پولهای کلان میگرفته است و مبارزه اصلا نمیکرده است و با رژیم شاه همکاری میکرده است و همچین چیزایی. از اینا نمیشه داره. من میگم مرکزیت سازمان صادقانه اینجا با مردم برخورد نکرده. ما یکی از وظایفمون که در مقابل مردم حالا هستیم باید واقعیات و صادقانه بگیم. این صادقانه نبوده. اولی که بخوای به اصطلاح یک رژیم رو سرنگون کنی، اول باید شخصیت‌های اون رژیم رو با تهمت و افترا و هزار چاخان و این جلو انظار مردم بد جلوه بدی. این مسائل بوده. فقط خودتون اگه مثلا این نشریات رو بخونید خیلی بهتر از من میتونه. مثلا همین ما میگفتیم رژیم رو قبول داریم، عملیاتمون در کردستان مثلا خب خلاف این حرف رو ثابت میکنه. خودمون هم معتقدیم مثلا حزب دموکرات وابسته بوده، خب ما هم رفتیم با همینا. درست که با اون همکاری کردیم، ولی همون کاری کردیم که اون کرد، همون کاری رو کردیم که سلطنت طلبا کردن، همون کاری کردیم که سرمایه دارا کردن، همون کاری کردیم که خودمون به اونا میگفتیم ضد انقلاب، ولی خودمون هم همون کارا رو میکردیم و میگفتیم رهبری انقلاب رو قبول داریم. منتها میگفتیم چیه؟ خورده برجوازیه. خب بینندگان محترم میبینن که آقای جهانگیر احمدی عراقی بیاناتشون شنیدن. ایشون راجع به این گروهک خیانت پیشه مطالبی رو گفتن، شاید خیلی از مسائلی را هم حضور ذهن ندارن. هر وقتی یادشون آمد با شما در میون میگذارن. و آقای احمدی این دروغ اختصاص به این مرکزیت ندارد. مرکز این مرکزیت که سیاه باشد، اون لعنتی علیه نظام جمهوری اسلام اشاعه دروغ خیلی داده که در زندان اوین چنین و چنون می شود، در صورتی که اگر دست عنایت دادستانی دادگاه دراز نمی شده و این دخترهایی که به خانه‌های تیمی ربوده شده بودند چه ها به سر این نوامیس آوردند و بعدها هم میخواستند بیاورند که زود دادستانی به داد نوامیس مردم رسید.